سلام به همه، من میثمم. امروز با یه تمرین فوق العاده ساده اما چربی‌سوز اومدم. قراره با یه استپ ضربان قلبمون رو ببریم بالاتر، بریم به جنگ با چربی‌های شکم پهلو و پاهاتون. آماده این؟ بریم سراغ تمرین. حرکت اول برای شروع و گرم کردن بدنتون عالیه. یکی از پاها رو روی استپ بذار، با قدرت بلند شو و زانوی مخالفت رو بیار بالا. تعادلت رو حفظ کن و فرم بدنت باید صاف باشه. این حرکت برای ران و هم برای شکم خیلی خوبه. تمرین رو در 3 ست به مدت 1 دقیقه انجام بده و 15 ثانیه استراحت کن. حالا میریم سراغ حرکت دوم. از چپ و راست برو بالای استپ و حین حرکت دستاتو باز و بسته کن. یه حرکت ساده اما فوق العاده برای فرم دادن به پایین تنه و کالری سوزی سریع. تمرین رو در 3 ست به مدت 1 دقیقه انجام بده و 15 ثانیه استراحت کن. این حرکت سطح تمرین رو ببره بالا، دستاتو روی استپ بذار، بدن رو پایین بپر بالا و کف دستا رو به هم بزن. دقت کن کمرت صاف باشه و حرکت رو با کنترل انجام بدی. یه حرکت فوق العاده عالی برای چربی سوزی کل بدن. تمرین رو در 3 ست به مدت 1 دقیقه انجام بده و 20 ثانیه استراحت کن. حالا بریم سراغ شکم و بازوها. در حالت پلانک کف دستاتو روی استپ بذار و سری زانوها رو یکی یکی به سمت سینه بیار. سعی کن بدن ثابت بمونه و فقط پاها حرکت کنن. نفس کشیدن حین حرکت یادت نره. تمرین رو در 3 ست به مدت 1 دقیقه انجام بده و 15 ثانیه استراحت کن. آخرین حرکت و سخت ترینش. در حالت اسکوات پایین برو، بپر و روی استپ فرود بیا. دوباره پایین برو. فرم کمرت صاف باشه، زانوها نرن جلو. این حرکت هم پاها رو میسوزونه و هم ضربان قلب میبره بالا. تمرین رو در 3 ست به مدت 1 دقیقه انجام بده. عالیه. اگه تا اینجای تمرین با من بودی بدون کارت فوق العاده است و عالی داری پیش میری. فقط 3 روز در هفته این تمرینات انجام بده تا تاثیرش رو توی بدنت حس کنی. لایک و سابسکرایب یادت نره و به هم بگو دوست داری تمرین بعدی برای کدوم قسمت از بدنت باشه.